سلام و صد سلام به شما همراهان همیشگی موشکا. آقا پریشب دیدید سیدعلی چجوری پا برهنه پرید وسط معرکه؟ نه جان من دیدید چه حالی کرده بود. هنوز 3 روز از 16 آذر نگذشته عظما هنگ کرد و مثل مرغ پرکنده شروع کرد به خود و خط نشون کشیدن. اگر چنانچه مزاحماتی وجود داره اونها رو برطرف کنند، موانع رو، عناصر مخرب رو، عناصر مفسد رو، جلو اینها رو بگیریم. ما اگر چنانچه به یک باغبان و بوستانبان ماهر و زبده میگیم که علف هرزه های این باغ رو جمع کن، این معناش این نیستش که از رشد گلهای این باغ میخواییم جلوگیری کنیم یا به اونا دستور بدیم. نه، شما اجازه بدید گلهای معطر و خوشبو طبق طبیعت خودشون، طبق استعداد خودشون از آب، از هوا استفاده کنن، از نور خورشید استفاده کنن، رشد کنن. اما در کنارشون علف هرزه ها رو هم اجازه ندید که رشد کنه. به قول همشهریای ما کل باشو، ای خاک بر سر تو ولی امر مسلمین جهان باش. آخه مگه تو این 4 تا شعار دانشجویی 16 آذر چی بود که اینجوری به دست و پا افتادی سیدعلی؟ از چیه دانشگاه میترسی بدبخت؟ این غیر از این است که ما دانشگاه رو محل جولان گرایش های سیاسی که بعضیشون هم مخالف با اصل نظامند یا مخالف با جهتگیری های نظامند بکنیم. نگذارید دانشگاه جولانگاه حرکت های سیاسی بشه، جولانگاه حرکت های سیاسی بشه. معلومه زهر بد جوری داره تو خونت جولان میده عظما. همون دومی که تو ژنو به خمره زدی واسه دراز شدنت کافی بود. دراز که شدی دیگه تموم دیگه. یه شعار دبش دانشجویی مثل مرگ بر دیکتاتور کافیه تا بترکی. اینجوری چارت نمیشه عزی. 16 آذر رو تبندی حساب کن. اصل داستان تو راهه. گلای باغ ایران میخوان علفای هرز ولایت رو از بیخ و بن بکنن. چه کندنی حالیته. بکش! دولت و مسئولان موظفند که توجه کنند به جریان عمومی فرهنگ جامعه، ببینن کجا داریم میریم، چه داره اتفاق میفته، چه چیزی در انتظار ماست. خیلی دوست داری بدونی چه چیزی در انتظار شماست؟ باشه، یکی از هموطنای باصفای شمالی اینو اختصاصی واسط فرستاده. منم اینو برات میذارم، بیا داشته باش. میخوام برم آخون کشی میدل به پر از خوشی لگت بزن بسیجیره درد بی درمون بگیره باشم به جنگ خامنه خبر کنم زاکانه مشتی قلم تو شالیزار هم میخخور هم میبرر بگو بیاد دست بور رو گردن ملا بزر شله آخوند آویزه نکنیم خونش بیرون نبکنیم ایشالله خامنه بیمیره میدل قراری بگیره میدل قراری بگیره. موشکا